هفته خبر تو خبر داره براتون از مذاکراتی که الان به مرحله فینال رسیده و راهی جز سرکشیدن کامل جام زهر برای عظما باقی نگذاشته. من جواد زخیم این بار قبل از رفتن یک کلیپ انگلیسی پر کرد تا این دم آخری صورت سیدعلی رو با سیلی سرخ کنه. To those who continue to believe that sanctions brought Iran to the negotiating table, I can only say that pressure has been tried. It didn't bring the Iranian people to kneel in submission, and it will not now, nor in the future. ولی از اونجایی که طرف حساباش میدونن که همین ظریف وقتی پاش به میز مذاکره برسه چیزی جز لبخند گشاد اعتدالی برای عرضه کردن نداره، کسی این حرفاش رو جدی نگرفت و نتیجه این دور مذاکرات اینطوری شد. تقریبا تمام مفادش مورد اختلاف هست و هنوز خیلی کار داره تا به هم نزدیک بشه. به این ترتیب به نظر میرسه که ماشین مذاکرات سیدعلی تو روند آخر حسابی گیج و ویج میزنه و خودش هم نمیدونه که به کدوم سمت باید بره. عظمای زهر خورده که این روزها با مزه انواع زهرها و سمها آشنا شده، با نزدیک شدن سالگرد 18 تیر مهلک‌ترین سم برای نظام توی دانشگاه رو معرفی کرد. دانشگاه رو مرکز جولان سیاسی و تلاش‌ها و فعالیت‌های جناح‌های سیاسی قرار نداد. سم مهلک حرکت علمی این است که دانشگاه‌ها تبدیل بشن به باشگاه‌های سیاسی. اما خود سیدعلی بهتر از هر کس میدونه که شاخ و دندونش شکسته و دیگه هیچ کس از سگ ولایت حساب نمیبره. بعد از جام زهر اتمی الان داره یواش یواش آثار جام زهر فرهنگی هم تو سر و صورت ولایت پیدا میشه. یه نمونش برگزاری نمایشگاه مد لباسیه که هیچ کس حاضر نیست مسئولیت اون رو به عهده بگیره. سوالات دیگری که بسیاری دلسوزان فرهنگ سرزمین اسلامیمان از جناب وزیر ارشاد و مدیران تحت امر وی دارند این است که آیا مد نظر علی جنتی همین نمایش زنده لباس آن هم به شکلی ناخوشایند در فضایی مختلط بوده است که هفته گذشته برگزار شد و انتقادها را برانگیخت؟ آیا این شوی لباس عرف و شرع را در نظر گرفته بود و یا مدل‌ها بر اساس الگوی ایرانی اسلامی ارائه شده بود؟ البته وقتی روی همین نمایشگاه مد لباس ریز شدن فهمیدن که آش شورتر از این حرف هست و مشکل فقط در نوع لباس نیست بلکه بنیاد خرچنگی حکومت هم زیر علامت سوال رفته. اخیراً یکی از مراکز مد در داخل کشور اقدام به طراحی مانتوهایی با طرح پرچم ایران کرده و اسمش رو هم گذاشتن مانتوی ورزشگاهی. جالبه بدونید که در این طراحی جدید علامت الله از پرچم جمهوری اسلامی حذف و به جای اون از علامت یوزپلنگ در روی این مانتو استفاده شده. اینجور که از اوضاع احوال برمیاد ما هم داریم به بهانه رقابت با مد غربی همون مسیری رو میریم که اونور آبیا رفتن. سینمای ولایت مدار هم اومد برای مقابله با این تهاجم فرهنگی فیلم بیرون بده که اینکه چقدر موفق بوده رو از زبون بزبز قندی نظام بشنوید. چون که یه آدم بچه مذهبی متدینم ممکنه صحنه‌های زیبا، افکار زیبا، روحیات زیبا داره ولی وقتی میشینه انشا مثل بچه مدرسه اینا می‌نویسه و بعد اسمش رو بزنه هنر اسلامی، داستان اسلامی، سینمای اسلامی، بعد مخاطب پیدا نمی‌کنه، بعد میگه حتما مخاطبا حرام لقمه، یعنی لقمه حرام، نطفه حرام، اینجوری میکنه.
ببین اثر نمیکنه حرف حق اثر نمیکنه. نه آقا جناب عالی بی سوادی، بچه مسلمان خوبی ولی سواد نداری، هنرم نداری. باز سواد گاهی آدم نداره هنر داشته باشه جبران میکنه. یه حرف خوبی رو داری یه غذای خوبی رو تو یک ظرف کثیف بد هیبتی میخوای به خورد مردم بدی. درست عکس اینا که محتوای بد رو تو بهترین ظرفا بسته‌بندی میکنن، این سینما و این رمان، و میدن جوری که ما هم مصرف میکنیم، حتی میدونیم بده ولی مصرف میکنیم. تو بحبوحه جام جهانی بعضی از آخوندهای هفت خط برای رونق دادن به دکون دین فروشیشون رفتن سراغ ایده هایی که بیشتر به جوک شبیه. نام یک بازیکن خارجی، آیکیوت خوبه. نام یک بازیکن خارجی، گوش بده. فندمجید نماش تو نمازه؟ ایرانیه. نام یک بازیکن خارجی اسمش تو نمازه. یه راهنمایی هم میکنم، دروازه‌بانه. شما کجا نمازه؟ همینجور نگو. ببین تو کجا نماز؟ شما کجا نمازه؟ تو نماز ببین، اول نماز یه بار تو ذهنتون مرور کنین. نماز چی میخونیم؟ قنوت میخونیم، رکوع میریم، سجده میریم، الحمدلله میخونیم. کجای نماز نام یک بازیکن خارجی تو نمازه؟ حاج آقا مخکارگیریه؟ نه به خدا. اگه بگم شما حالشو میبرید؟ آره؟ بگم؟ نام دروازه‌بان هست چی؟ لمن دروازه‌بان آلمان. سمی الله لمن حمده. چی؟ تو رکوع که رفتی میگه چی؟ سمی الله لمن حمده. و این هم جدیدترین کشف شیخ مهدی اندر باب انواع گدایی. حالا اینکه علی گدا از کدوم قماش بوده رو خودتون قضاوت کنید. حالا ما گدا دو جور داریم، نمیدونم جهان شما هم گدا داری یا نه. گدا دو جور داریم. یک گدا داریم قیافت 2 ریال نمیارزه، دم چهارده میشینه میگه بده در راه خدا، اینو خیر از جوانیت ببینی فلان. من میترسم بیشتر توضیح بدم، میگن آقا سال گدایی کرده. الهی خدا خیرت بده فلان. یک گدا قیافت 2 ریال نمیارزه، لباس پیچه پاره. اما یک گداهای تازگی‌ها تو مملکت دارن زیاد میشن. گدا 200-300 هزار تومن قیافشون میارزه. موها 40 کیلی، شلوار تنگ، پیرن عالی، درجه 1، تمام متالیک. اما گدا، من گدا یک نگاه هم، به من یک نگاه کن. این نمیفهمه. این اگر میفهمید گدایی نمیگن. تو وضعیتی که بالا تا پایین نظام داره لنگ میزنه، گدای متالیک نظام یعنی سیدعلی برای دلخوشی دادن به بسیجی‌های وارفته یک گزارشی از پیشرفت‌های نظام داد که هر کی ندونه فکر میکنه دارن به شونه ژاپنیا میسابن. به جاهای خوبی هم رسیدن. خب همین رشته پزشکی، الان پزشکی کشور از جمله پیشرفته ترین پزشکی های دنیاست. ما از علوم روز دنیا و مرزهای دانش دنیا در پزشکی چندان عقب ماندگی نداریم، خیلی نزدیک. در زمینه‌های دیگر هم همینجور، همین مسائل هسته‌ای، دانش هسته‌ای، دانش سلول‌های بنیادی و کارهای بزرگی از این قبیل فراوان هست که ما پیشرفت‌های خیلی خوبی داشتیم. تردید خوب نیست بکنن، کسانی که اطلاع ندارن خب برن مطالعه کنن، تماس بگیرن و همونطور که عرض کردیم یه گردش علمی بگذارن و به یه جاهایی برسن. هنوز نفس عظما جا نیومده بود که یکی از خرمهره‌های باند اکبر کوسه توی تیوی ریش تصویر معکوسی از پیشرفت‌های نظام داد. بانکمون هم مثل صنعتمونه، صنعتمون هم مثل تجارتمونه، تجارتمون هم مثل گردشگریمونه. این مجموعه عقب ماندگی ها همینه دی. اینم یکی دیگه از وزرای سابق دولت اکبر کوسه است که میزان پیشرفت در عرصه ورزش و جوانان رو اینطور ارزیابی میکنه. هیچ کس الان نمیدونه که ورزش و جوانان در این وزارتخونه در طول همه یا در عرض هم دیگه است. همه گیجن حقیقتش. خود دوستانی هم که در وزارتخونه هستن گیجن. من به نظرم یه مقداری تو این کار دوستان کمی گیج هستن و نمیدونن چی کار میکنن.
توی این وضعیت گیج و ویج بازار دزدی و به چاپ داغه. یه نمونهش تلکه کردن خبرنگاراییه که قرار بود مسابقات جام جهانی رو پوشش بدن. خبرنگارا تا 3-4 روز اول حتی پول نداشتن برای خرید مثلا کارت تلفن. ببینید ما تغذیه که اصلا نداشتیم، یعنی فقط صبحانه داشتیم، نهار و شام تو به عهده خودمون بودش. این نشون میده که ارگان‌های مختلف نظام تو هر چی با هم اختلاف داشته باشن، وقتی میخوان دزدی کنن خیلی هماهنگ کار میکنن، مثل کار تیمی این 4 دزد حرفه‌ای. توی تیوی ریش ساز که نمیتونن نشون بدن. یه خواننده خشک و خالی هم که آوردن، خوندن بلد نبود، به جاش شور فیگور گرفتن رو در آورد. و با تشکر از این آقای خواننده که وقتی میخواست آهنگشو لبخونی کنه به این روز افتاد. و وقتی هم که میخواست به صورت زنده بخونه به این روز افتاد. خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد، گر برگشت. توی این شوی تیوی ریش ظاهرا هوا خیلی گرم بوده که مشکل سرمایش رو با آوردن این مجری یخمک حل کردن که فضای سالن رو مثل اتاق تجمید خنک میکنه. آدم میتونه رو شما نمک بپاشه بخورتتون، این خیار، سبز. قطعاً این همراهی شما برای ما بسیار 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 مفید و پربرکت خواهد بود. خیلی خوشحالیم و خیلی افتخار دادید به ما که تشریف آوردید اینجا و قطعاً امشب این همراهی شما برای ما قطعاً بسیار مفید خواهد بود. امشب زده به کوچه‌ای که اذیت بکنه دیگه، دست خودش هم نیستی. خب اگر موافق باشید من موافقم. شما چطور؟ من موافقم. بله. اوه چه جلب. در انتها هنرنمایی یک هموطن سالخورده شمالی رو میبینیم که خودش تنهایی با یه رقص قاسم آبادی به اندازه یک گروه موزیک مجلس رو گرم کرده.